برای انتقال مبلغ از کیف پول خودتون به کیف پول شخص دیگه در مینی تومن فقط کافی آدرس کیف پول یا کد کاربری اون شخص رو داشته باشید. لینک یا کد کاربری گیرنده رو کپی کنید و در صفحه اصلی روی گزینه سند بزنید. لینک یا کد کاربری رو در کادر مربوطه پیست کنید و مبلغ مورد نظرتون رو به تومن وارد کنید. در صورت نیاز توضیح کوتاهی اینجا بنویسید. سپس روی ادامه بزنید و در صفحه تایید مبلغ، یوزر آیدی و نام اکانت گیرنده رو با دقت چک کنید. این مرحله خیلی مهمه چون به محض زدن دکمه سند انتقال انجام میشه و بلافاصله گیرنده میتونه موجودی کیف پولش رو برداشت کنه. به همین راحتی میتونید بدون محدودیت هر مبلغی رو به کیف پول دیگران انتقال بدید. انتقال از طریق کیف پول هیچ کارمزدی برای دو طرف نداره. در تمام مراحل هر سوالی داشتید میتونید از ادمین بپرسید و در آخر برای دسترسی سریعتر به مینی تومن روی 3 نقطه بالا بزنید و گزینه اد تو هوم اسکرین رو انتخاب کنید تا مینی تومن روی صفحه اصلی گوشی شما همیشه در دسترستون باشه.